این تمرین همه چیش میاد. این دنبال توپ بود، لباس زرده داشت میرقصید، بعد توپ رو برد زد تو صورت اون لباس سبز. قبل اینکه اون بخوره زمین، اون که داشت میرقصید افتاده بود. اصلا عالیه. این دوتا داداش همین که یه ذره کاغذ کادو رو دادن کنار، دیدن PS5 مایه فیتوی همدیگه رو سریع در اختیار گرفتن و مگه ول می‌کردن دیگه. همچنان به دنبال فیتیل بارانداز. بعد باز کردن دیدن توش کتاب و کفش و مرغه. یعنی شما کتاب و کفش رو می‌بینی ولی مرغ فقط صداش میاد. این پشت دوربین داره تخمم میذاره فکر کنم. این تفلی هم که رکورد بولتو زد ولی برگشت. وقتی برگشت پلی استیشن نیست. اینا دیگه اون آدم سابق نمیشن. ایشون هم فهمیده که نباید به کسی تکیه کنه و خودشو داره سرگرم میکنه با یه توپ 2 بطری آب. این یکی که اصلا توپ و بطری هم نمیخواد دیگه، فقط 2 تا دنده. تازه 2 تا دنده هم نمیخواد، 2 تا دنده باید کم کنه خودش که اینجوری بتونه خودشو سرگرم کنه. راجع به این ویدیو که صحبت کردیم، فقط اینجا کریم بنزما یه چیزی هم گفت به چه زبونی نمیدونم ولی محض اطمینان کاوانی و دوستان مشغول شادی بعد گل بودن که اریک بای اومد گفت اون تیر رو ننداخت، یعنی مثلا کار اداریه. اینم گفت باشه یه تیر به عشقش انداخت. این دوستمون هم تا تیر رو در آورد دید گل آفساید برگشت. بعد از دیدن این ویدیو من فهمیدم که مدل مو تأثیری روی گلزنی نداره. یعنی ایشون با این حجم مو این موقعیت رو خراب کرد. ایشون هم بدون مو خیلی آریان روبنی توپ آورد رو چپش کرد تو گل. ایشون هم استثناست. استاد مایکون هستن. اینم بازیکن مورد علاقه دیگو آرماندو مارادونا و مهدی شیری تو فیفا، دست ناخدا. و اما بازیکن منتخب هفته شماره 9 کاذب استیل رونالدو وایساده، به صورت رونالدینیویی داره اونوری حرکت میکنه و با مدل موی طرح ویدال. میگه آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، ایشونو میگه. باریکلا یکم سنت بالاست و یعنی میگفتی مسی برات کامنت بذاره پدرت خوشحال شه. وقتی آخر هفته عروسی رفیقت به قرار 3 کیلو دیگه کم کنی. وقتی کارت بانک دست خانومته و بین 2 نیمه هی SMS میاد. وقتی معاونت زیباسازی شهر رو کنار مدرسه دخترونه میسازن. وقتی میگه رژیمم، حالا یکم سالاد کنارت میخورم.